دوری و دوستی باشه پیش از اینکه خفگی بیای من به احترامی جا نکنم کدام مشکل بین ما پیش بیاد خوب از خانه و جایم جدا باشه. خود دلت دیگه هر چیز که زندگی شخصی خودت از مقصد مادر چی کنم مقصد باید با زنگ بگو الک جوش کده ای ماتم چقدر دختر خدا داد مرخ بیخی نه تاقم سوخ مرخ بیخی نداد تاقم سوخ نه اگه میگفتن شریک بود از شریک بود حالا خدا گمش که زنی بیادن نبود بلای جان بود بلای جان مشکل هی باید چی میکنیم من میگم کاتنیزم یک جای نشه باز کاتنیزم یک جای شده اینا رو باز یک چیز کلاب چی میفهمونه ها شخصا بیان کنم علی رقم چی قسم بیان کنم ما از روز اول اگر راست بگویی مرسل در تو علاقه داشتم خوشم میامدی ما بیان کردن نمیتونست مرا مطمئن هستی با بیتا گرفتی پیر هسته دختر چون تو لای قیز پیر نداری برای چون بگی خودستی لایش میکنه میره همون کنه داشت تا که دخترم زنده بود قدر داشتم لذت داشتم قدر ما داشتن لذت ما داشتن اون سال که امسابم جور نکردی تو یک بالتی کار دارم آن 5 دقیقه بعد من بخیر من گوشت هستم حالا ناجور ساعت خراب است اینا میال 11 بجه است بان دیگه کردیم دیگه باش که حالا 12 شب الو چقدر دندان درد هستم خدایا یک جای کوچ آورده دی سر کوچه در کلینیک بود رفتم پیش از این دکتر خدایا این دکترم قفچلی دوستاش میداد شکاو دوزاق کرد اوی پر کدام نتونست فقط دیز بود اینی راش پیلواره میتو خیال بد دان ما پارا میکنده یک پر کدام دندان خیر نبینید تو دکتر تو سیامارک چقدر میکنه چقدر تو دندان ما پر کردی چی شده اما؟ دندانم درد میکنه چی شده؟ دندان درد دوا خوردی؟ چقدر دوا بخوریم؟ خب میگم خوردم دوا این دکتر خدا زده خدا شرمانده هر دوزش اینه که بیخی لما این پاره کرده ای سرم درد میکنه خدا چقدر سر درد دستم اما جان چی میگی باز؟ گفتم یک دفعه پیش مادرم برم پیش کی؟ پیش مادرم پیش مادر چی میکنی؟ دقیقا اونو مادر تو از خانه کشید اونو مادر خانه رو فروخت شد که تو فوتبال باره او مادر است او گناه نکرد دیگه خوب کی گناه کرد؟ سلما گناه کرد یا ارزو؟ کدامش؟ حالا اما چی گناه کرد؟ خونه پیسه بود پیسه را داد دیگه پیسه را داد به من چی فایدهش؟ بگو تو به من چی فایدهش؟ از اون پیسه کم شد که به من میدید که میرفتم اونجا دندانم پیش یک دکتر صحیح بینتم پر میکردم چون پیش از شیشه میرفتم این دکتر مسئول نبود جانور خو ما خپل شده دست تو دادم خیلی دیگه چی کنم او دست من ندید دست فردین دادی فردین رفت نه لولو بزن مامای خدا خانه را گرفتن
توبه چقدر داری دندانت به مرگ من خدایا چی حال است؟ حالا اما خیلی دیگه اجازه بدید و برم پیش مادرم. ما تا که جور نشیم پیش مادر تو نمیتونی خیلی بینی من دندان درد دستم من یه جان نیکم تو دقیقا مادر ماندی مادر چی میکنی؟ مادرم از هر دقیقه زنگ میزی صدای شمش نمی دیگه یک ساعت شده ترقص میزنیم هیچ کس نیست که واز کنه بازال بی سر به خود دروازهشون واز میشه با ما چی میخوام نمیرم چی بگی نمیرم بد باشه مرک بیاب کرد به نرخ منده و بد نبود حال کی بیابت کرد بچه امیم حالا از خاطر امید نمیره از خاطر خوار میره با ما چی خوانم که مرا خوش جاره اون خانه زن کاکایم بیام بیا دخترم بعد والله اگه که برم قسم خوردیم نمیرم موتر نمیدیدی آقا از پیسه تو گرفته از پیسه ما اونم پای لایلا نزن بخی بیا دختر از اون پیسه دو زیر کاش جمع کرد اینو برات موتر خریده یا بیا از ما میشه تو دی وقتا گپ داشتی بیا کلیش دوزی میکنی ما میبریمش از دوست که دوست بزنه میگه شاد بیا والله اگه برم ما میرم خانه زن کاکایم دپا و قصایتم که خلاص شد باز بیان اموجه اگه سنا پشت خوار خود دق شده باشه بگو اموجه بیا حوصله داره برو در روز کوچکشی چطور کدی ما جنگ کرد یادت نمیره مادر برو دختر نازم برو که چیزی که تو خوش هستی همون تو برو بچه چرا نواسی من نازدانیده چرا نازدانه چطور کنم یک دختر نازدانه دیگه پیش مانده مادر جان چطور کنم مادر اگه در اونجا کلیه زگیر تو آمد بگیری نتشان دیوانه کم برو دختر شوخ من گفتیم که نمیرم تو شوخی هست هستین حال دلم نار اونه کی آمد؟ آسنا هستین یعنی مادر سلام چطوری مادر دختر خنده مادر یک دست آشده که ندیده نواسی نار نمه دختر بیکی چی؟ بسی دختر برو نواسی خود است چرا دخترم؟ تو را دید از خوشی چرا دخترم نمی تو رست دیگه حالا چرا شیفی بی بار یکی دیگه چسبیدین؟ الو خدا توبه سلام علیکم بیا جان دیدی سلام چطور سر روی که بود دیده؟ چی تو کنم خوب هستی؟ جان جور ساعت من خوش آمدی چی کردی تو تو بود مریض هستم مال روز ما سر کار بیاد وضعیتم خراب است سلام علیکم خوب هستی؟ جان جور ساعت من شکر خودت خوب هستی خوش آمدین بشینید بشی مادر کنیم که ما داشتیم در بشیلو دیدم دختر کجا بودی تو؟ کجا دیدی؟ اون طرف دیدیم خواستم برمت خوبه هستیم نازم خوب هستی حال بچیم دستت برم بود پایت برم خانه بود میامدی میوارم بدم بیازم قلب دیده دیگه فکرش نشنیسم چطور هستی دیگه؟ زن کاکا جان سلام علیکم چطور هستی زن کاکا جان؟ خوب هستی؟ چیال داری؟ خوب هستی؟ چطور هست مریضی؟ خوب شدی؟ نه نمیجا میشینم نه زن کاکا جان گرمی است همیجا میشینم این همیجا پلگفت میشینم اون طرف نمیرم چطور هستی زن کاکا جان؟ شکر زن کاکا خوب هستی؟ مریضی چطور است؟ خدا هستم دیگه فضل خدا از پیش کرده خوب هستم کدی شادوزا چطور هستی؟ الو بچیم شادوزا هستم راستی خدا است دیگه اگر دز از با خدا است که کی صبر از با خدا است تا حال از روان نزدن؟ چی؟ از من روان بزنن؟ نه از من روان بزنن میفهم یا نه؟ پوست شکاپر میکنم بدون برنال اتو بلاندیش میکنم ما گفتم تا حال وقت خانه تا خانگر کرده باشم زن کاکا جان من خزگوش چند دفعه کشیدم خود تو شله بودی که نمیارم با کدی خود میارم با بچه میار از مجبوری کدی خود آوردم از خود بنای خود اگر این بچه میکنم حالا زن کاکا جان یک جانت بود میخستی میامدی خانه ما حالا مجرد خب گرنگی نداره از هر چی میگم میمان شاول گل نا شاو دیم گل خار شاو سیم از لنگش دیگی بزن در دیوار که بقش آره زن کاکا جان ما چی بخمون تو کردیم؟ مشکل یک دانه کلی به مادرم شنم دادیم مقصد یک دانش پیش خودم کلی ها را گم نکنم حالا یک کلی ها را گم کنم مادرم شنم نیست خلاص در بیرون میمانم دیگه
الان آمده مادرمشان. خدا من خدای خانه تو میترسم فقط بگو که جن خانه آمدی. کاش من اونجا میبودم نمیامدم که تزمو سنایشون میرفتم تا خوگمش که خیر. تک تک است. شکر به نظر مادرمشان آمدم. آمدم. مادرم خوب پشکلی است. مادر پشکلی است خوب آس که دیگه. سلام خوب هستین؟ تشکر خوب هستید؟ تشکر خدا خوب هستید؟ سلام خوب هستید؟ چطور هستی؟ تشکر خوب هستید؟ بریم داخل بریم. شکر کلی خوب هستید؟ خیر خیرت فرمایید. نه تو چه پاچ؟ مادرمشان نیست رفتن نه خالی خورم نه. بیاین داخل شاین برین. طرف هستی؟ مادرمشان رفتن خانه خورمشان میفرمایید. آرزوم رفته که تش بدیدن آسمت یک دفعه رفتن و خوش کردن نه؟ با او خاطر دیگه از او خاطر رفتن اونجا. بفرمایید رفتن صبح. من تو وظیفه رفتم حالا پس آمدم. تانوز نامدن. نه تانوز نامدن. شاید بیاین یک چند دقیقه بود دیگه. مادر بفرمایید دیگه مادرم زیاد دق شده بود پشت خورم. هم چپن دجال داخل بودی میری؟ نه از شب خونه آمدم. یک چند دقیقه پیش از شما داخل شدم. خب بخیر آمدی. مادرتون کلی خوب است. شکر کلی خوب است. شما خوب هستین و باید خوب بود. سلامت باشی. شکر خوب بود. باش تو هم با تصمیم. خوب است ولی دیگه میگذره. سهر میفهمم چیزی که بعد میامد نمیخواستم متشم رقم شد. حالا باید خود چی میگه دعا کردم جادو چیزی آوردم منو باش خوراندم دود کردم پیشش. مامای من چه قسم دعا کنم. حالا او رسیل که رفته پورو نمونجا دم خانه از اونا شیشته بخمی فهمی خانه ملالایشون رفته خانه نامزد عبید. تا اونجا رفته؟ ولی خانه خسر خود بود از اونجا برای عبید زنگ زدن که بخیر نمونجا شیشته تا کجا من طرف بیارم خانه از ما. قجیگرم خونه است حالش تو کنیم. بخاطر تا من مشکل شد با مام نه ما خیر است خانه داریم میریم در خانه خود. من چه رقم باری مدک جوش نم چی مدک جو میشه. ماشم به خدا من بخیر من فکر داشتم بخیر باور کنیم میل مریض برشتم وضعیت من قصر روحی متاثر کرده. قجیگرم خونه است که چطور تانستن مامای موبایل کلشان چطور یک دفعه تصمیم بگیرن که هیچ دیگه وقت که گپ مردم بهشون اهمیت داره حالا گپ مردم هم بهش مهم نیست که مردم چی بگه که رفتن آل داماد چی میگه عبید خود میگه خانه داماد رفتنی مامای چی گفته میره سمیرا شکر خوب هستم زندانم سرم گردنم گمش که کجای من بگوی من کتش گوشم درد میکنه اینه ببین بگه رنگم بری یالم بپر سالت مسایی کو البته بی کوچکشی همی جای سنت نرفت چه رقم؟ ما چیم اینجا آمدیم به خدا ششتیم دیگه نمیفهم اینجا مقاو نداره و میخریم گمش که یک مطرس میگه دردش کنه پوندگی زیاد تو خراب از که خانه کرده یو خریدن جنجالا بخی سرم زیاد شد کارا خود زیاد کارا این خانه تاریک نه با پای قدم خانه افتیده نه جانانه کوچ خریدی موتر خریدی موتر از من خونیست موتر از من چی میگنه کاشت از من بکش جاب تزم ما قدر تالی بچه سبیل باشه چی؟ از من نیست موتر چی میگی؟ مثلا بیبیاجی رو پرسان کنی که از کی هست من نمیفهم پیش نمیره موتر همینجا سات میکنه پیش رفتن نمیتونه خراب است میگه من خود از واقع شده کاش که از خودم میبود ولی نمیبود میشید نموتر غرر میرد مقام دندان من بخورد نه بچه پرت اگه من دیگه مشکل دادرد یا نگرد چرا چه درد میکنه نه بیخودیم پندیده سرم درد میکنه کش میخی وضعیتم خراب است خدا شفا بده زنده باشی مادر تو من ببینید مادر مونه مادر یاد میکرد یاد میکرد میگه من میرم پیش مادرم تو باشه که کمکم دندانم خوب شد باز هزار دفعه برو نه شما نکردم روزم کاکا خود یعنی میمان نگفتم خاله تو میمان نیستی صاحب خانه هستی زن کاکا جان تو میمان گفته هیچ خانه ما نه بیا صاحب خانه هستی میفهم دختر گلم شکر که آمدی به خدا خوش شدم که آمدی چیست مادرمشان رفت خانه چی؟ خب مادر چونم آمده؟ من اونجا خوشم نامده کم که چندان خاطری خوش ازشان ندارم که در خانهشان برم ما مستقیمی نمیجا پیش خدا کردم قربان دخترم
زگر به شدت قام شده بودم گفتم باش که مریضی تا پرسان کنم خوب شده باشی شکر دست نه واقعا شد داد طلب ندارم موندم پشت هستم دیگه خلاص این طرفا نه وقت نمیتونم کسون ما بیاید دور بخورن و ارمانه در گور برفسن ما موفق شدم که بیاین هر چیز مرا دوزی کنن و دیگه کنن حالا اونم محترم از پیسی ما خریدم میگه ما نگرفتی میگه سلما تو اومد شد نه هم کرگه که سلما را گرفته بود از امو جیب بچهش پیدا شد نه او روز آمده بوده که یازنگه که قدوگه یازنیم اولا خدا نکنه یازنیم نگو یازنی گفت همیشه بنام خورد دزدگه آمده چه یک گیلاس روغن بده که ما کن تنیت و کرمای گور بخوره تنیت سایگو تو نمیشه میام بابا تو آمدی از ما یک گیلاس روغن میتلبی فقط ما بچه های جوان دارم کجا بر ما کمایی میکنن بر ما آید میارم الان دیگه تصمیم بخیر گرفتیم که مخانه خطا میکنیم این دستت‌های از این در زیر مسطح بیخی معلوم نمیشه بیخی شکست کرده بود گفتیم خدا خطرناک شده که همون کدام رقم نشه رزو گفت باید گفتم دیگه گفتیم که رو چپا کنیم دیگه خانه رو چپا میکنیم دیگه باز گفتیم باشه بیاییم که یک دفعه مادر تبینیم که به خاطر مسئله هم آرشی هم کردیم که بخیر چطور شد کجاست شریک تو خوار آرزو هم رفتم لی مادرم خانه خوارم شد خب هم اونجا رفتم گفتیم که یک دفعه گفت دیم که بچه بشه در دو شست و پای شده که گاهی میگم من میرم پس خارج میرم گاهی یک رقم که اینو پدر غم آرسی من نخوردی من گفتم بیایم که برم گفت دیم یک دفعه بخیر که معامله را اگر شما جمع کنیم چطور کنیم چی کنیم نیم شاید بین یک چند دقیقه بود بخاطر که وقت رفتن من که وظیفه رفتم ما فکرم آمدن دیگه حال که داخلشون نموده اول بی بیاجی رفتم گرفتم که مال آمدن یک دفعه خب هم میگفت نه من تو دشا که لگیام کرد که چرا تو چطور داماد هستی چطور رسه گفت مادر رو یکی سودای جان بجان هست یک گرفتاری هست خب این آمدیم فکر کو که بینمیال آمدیم دیگه فکر کو وقت هم آمده بودیم نه والا که گفتیم خب تو نمی پای تا گرفتی دیگه باید گفتیم باشه یک دفعه بین شما رو اول بگیریم دیگه که خوب که دیگه چی است که همیشون از یک کوچ کردن دیگه مشکلات خانه و بایدم شاید بفهمن دیگه اوجا از یک کوچ کردن گفتن جدا میشیم رفتن همون طرفا خانه گرفتن دیگه باز اوجا آسان بیچاره‌ام که چند رفت کوچ و باری خب باز آرزوم رفت گفت کمک نیاز داشته باشن دیگه من برم چون خوار مدرسه تناسم رای مریم بیچاره دیگه گفت یک دفعه برم اولشون بگیرم ما میرفتم امروز خب وظیفه من دیگه میفهمی که نمیشه باز آرزوم نمیتونستم در خانه تنها بانم آرزو را گفتم برو خیلی تو که مادرم برو یگان اونجا کار باشه دیگه من اینجا هستم ما داریم آمدیم تو دیزنگ آمدیم نه خیر نه والا ما خستم دفعتا گفتی سمیرا جان تصمیم گرفتیم اون تو ناچار گفتیم بیا که میریم از مرا گفتیم اونجا بیا برای آمدیم گفتیم بیا که یک دفعه بریم خوب کردیم ما رو بودم بشه که امروی خود ببره دیگه که حالیسم نمیم چرخم بری خواهمیدم مگم نه بخیر نمیتونم کمش که بخیر دلم من پر شده چیکار بله مادر جان باید هر شیری هی مادر جان چی بگی چرا باید مامایم رفتن میخونه چی میگه خانه نام داده او باید خانه آرزویشان خانه نه دیگه اونم جشتم ندار زنگ دادم که کجا بیارم خیر است میرن دیگه بچه چی بگویید چی نبویید رفتنی هستن میرن اگر ماما طرف بیاد کجا میخور نمیشه میریم حالا ما چطور شدیم مادر خدا میره بالف کنم خدا مانا میپولیم پیدا میکنیم بچه میخوام نمیشه از کل دنیا شما دارم مادر جان یک مامایی دارم ما کجا شدیم مادر جان حالا خیلی ناراحت خیلی گریم نزید دیزی رزا خدا میره بچه میگه شب در میان خدا میره بچه خدا میتوان است مگه ما کجا شدیم مادر دلم نکفه خوب است مادر جان بشتی داغ شدم نمیسره مام داغ شدم بچه دلم تنگ شد گفتم مادر دختر از قصه کنم گفت میرم که درست صبر که میرم کمک خوب شوم چون باز اگر او فردی نبوده باز من خودم میبرم دل ما جمعت پیش تو نگاهش کردیم گل واره
خود چطور کنم امروز کمک مریض هستم دندانم درد میکنه آه دیگه گفتم یکی دو روز صبر کن دندانکم جور شه اگه فردین بود کنم میبره نیک نبود باز من خودم میبرم خودت چی میگه؟ گپش گوش نمیکنی اون طرف میتاس نه مادر چی جان میگه؟ شنیدم گپاش کم وقت میگل ور نباش کردیم تقاودم خودم میبردمش میگه خیر بینم خیر ببینه خدا جان جور بتیتا بگیریم چاکلیتک بگیرین بخورین میگم بچه با خدای تو گرم است نانو جان الله آه گرمی خیلی زیاد است قدر گرمی است دیگه توبه تابستان برخوام نیست هستیم چرا قم عالی هم یک اتاق جه گرفتی نانو آه یک کسی ما دوی دیگه تو کنیم مقصد حالا از این کلام را خودم نه فقط از بکسی قندم در شیرینم سلمایشان خوب بود مار بیبی جان ما بر نه دست درد نکنه خودم میکنم چی؟ الله بیبی چه خوب پشت دق شده بود الان تو که میگی قندم نازم شکر خواهی نداره نگاهت که در گل واری دیگه شکر دختره که مناسه مارا نه ما خدا سر خود سفید نم خدا چاق شدی نه سعی کن ما هم دیگه خوب با اجازه بیامش کرد تکترهای دیگه سطحی زبانت هم زن کاکا جان خوبش کردی لحمت بالیت حتی چوبای زدمش که اگر خود بگیره اگر غیرت داشته باشه در خود بگیره او زن کاکا جان دلم جا که در آن کوبیدی شانی نموده هنوز در کجا باست از جور شم چرخشانه که در چرخ نگیرم نام خودم میگردانم بچه آفرین زن کاکا جان سر تو وقت نتیشه که یک بار پشت روغنک آمد دیگر روز پشت که نتیشه میبره پشت همتا ما فهمیدیم همی آمد گفتم اینان اگه ایره یک گیلاسک روغن بتم بازی دیگر رد میفهم خوب کردی میگم ماجد گرم گدا سوده دیگر خلاصی دیگر رد میفهم که حالا گیلاسک بتی روغن بتی زن کاکا جان نوش کنی گوشت که خریدی در اینجا نمونی در سر رو نمونی که اصلا بچه خیلی دوست از این خون خود دیم نگاه کنم نه زن کاکا جان عاشق کشته گوشت هستن و چند دفعه از خانه مدوزی کردن گوشت بردن ساره بخورم خاک آشپزخانه تا قل فرتو خصوصا گوشت یا که خریدی دیگه بخارتم سرش محکم کنم میم یقلدم دیگه بخارم فرتو ما هم در خانه تنها بودم ولات میترسیم در خانه دیگه هر چقدر سون آدم کلان شما قدر آدم ترسون به نظر ما شده میره خصوصا آدم از یک جای دیگه دیگه این خانه ما خوب بود که تعمیم شریکی بود دیگه او اگه مادرم شدم جای میره فهمیمشون می بود حالا اینجا بخی تک تنها ماندیم میترسم دیگه در شواق بخی رقم خوابم نمیبره از ترس میترسم دیگه ما میفهمیم تنها یک مادر موضوع تنها در خانه ما کدام مرد نیست خب هزار گپ است یک دوز نبه یک دیگه نبه خب مشکلات است با خاطر حالا که در اومد ما تو ترزیده رفتم گفتم کاش یکی بیای تک شد گفتم شکر خدایی که مادرم شون اومد دون شما بودیم مادرم شون نبود خوب میبود خب دیگه مشکلات است که همین آرامش نمیشینه با خدا بسیار تو چی میکرد در دقیقه جنگ و داوا و گپا باز مادرم گفت اق خور مدادک از خانه که فروختیم خانه بیاره اق خور مداد گفت خیلی بگینید برین اجر خانه را میگیرین خانه بگیرین اگر گرو میگیرین گرو بگیرین مقصد برین زندگیتون کنین باز پیسر دیگه به نظر شاور گرفت رفتم خیر باشه هر کس میفهمه زندگیش کومنتا ما به خاطر از این میگفتیم که به تنهایی شما خوب بود زیاد خوب بود که چیز شد خود هر کس مال خب نمیشه که تک نفر که زندگی کردن نتونی دیگه کی باز امو شب و روز آدم به خوبی تیر نشه کی میشه هر دقیقه جنگ و دعوا و گپا میرتی رستورانی که گوشه به چه کار از اون دیگه تو هم از کسایی نبودن که بگی در خانه یک آدم که یک نفر شریک میشه خب حتما هم کس که شریک امراشون زندگی میکنه یا درک میکنه میفهمن در شریکی از مثلا کرای خانه و گپا شریک میباشه ولی اینا دلشون بود که دیگه کل چیز ما بتیم اینطوری برات بگم دیگه هر دقیقه طرف ورتانه بده که مثلا شما به خاطر ما خانه گرفتین تا امروز باید بیچاره جنگ کرد حتما نگفتیتان باید گپ نزد امی یازنی دیگه این جنگ کرد که مثلا از خاطر ما شما رو خانه داد که مثلا تو باید بیچاره میفهمی به خدا خوب بچه است باید چیز نمیگه سلامت باشه باید زیاد خوب بچه است دیگه این رقم چیزا شد باز مادرم گفت نه دیگه من بخیر دیگه
توی دیگه از رقم زندگی وره گفت بریم پشت پایتان دیگه اینا 24 ساعت گریان دوستیش سلمان جان گفته خودت خوب است همون دوستی و دوستی خوبتر است دیگه هرچی که خیر باشه خوب شد برو یک کاله چی دیگه دیگه به خاطر خوار میذاره مادرم جگرخون است فقط بوی که نوارسی که در رفته دیگه به خاطر که در خانه ما اونجا کتمون یک جای بود دیگه هر دقیقه جگرخونی هر دقیقه گریان حالا ما گفتم مادر خیلی آرزو بره چطور میکنی آرزوی بیچاره این قدور نیست از خانه ما می طرف است گفتم اگه آرزوی بیچاره بره باز چطور میکنی دورتر میشه عادت میکنه دیگه اموت شد نو جدا شده خدا قولی بود فهمیده نمیشد حالا نو که جدا شد فهمید مادر مال در دولاد فهمیده مشکل است گرچه بسیار مشکل است بی خیلی یادم رفت خدا دیگه قصه باش من براتون برم خیلی چای بیارم نه چای بیارم او بیارم جوس بیارم هر چی که بگین گرمی است اگه جوس میگیرین او میگیرین نه میرم یگان چیز براتون میارم شما بشینین خب سیس در باید نکنم بیادرم هست مادر کل دنیا یک شما رو دارم یک مامای ندارم کاش که ما پدر من داشتیم میرسیم ما خانه خود ما چقدر سختی و دلتنگی زندگی میکنیم نبینیم اینجا یک ذره عادت کرده بودیم من بایشون دلتنگی میکنیم دلار ندارم یک پدر ندارم نبینیم این دردای میکنیم کنه شده نه گریان حق نکنه خواستم خیره چیز که رضای خداوند است ما شما به رضای خداوند استیم بچه من اگه نصیب قسمت آدم باشم اونجا میرادم میگه او دانید که در دیگه دونم دیگه دونانتم میکنی بچه نصیب قسمت او دانید نباشه نمیشه بازم محمد خدا میگربان است که تصاب یاره جور کنم بده نه کتنا خیلی میگم نه خب من دیگه شهر کابل دیگه خونه پیدا نمیشد رفته خانه نامزاده بین خیلی خوبش خانه مامان میخواد چی خوب میکنم اونجا رفته مال علاقه دارم زیاده که خدا میگربان است مکایی قمی فهمیدی که ما متجوز داری کلا قرار تو سر ساعت بیریارم آماید نم همه پدرم یادم نفته بود گریان نکنم مادرتون گریان کرد نه که مادر جان شما شروع گریان نکنیم بس مطلب جگر خون میشه خود جگر خون میشه گریان چیزا حالا گریان نکنم گریان چیز ساختنیه گریان نکنم میفهمیم دیگه چیزی که زهر بچه چطور شد مجبور مام رای خود ببریم مادر میبرم شکل خانه زناب رفتن نمیشه خانه زناب بره کتیبه برو خوب اینه من کتیتانه هستم بیچاره جهنم آمده که فرار کرده اینجا مانده از اینجا کجا برم مامای بجه حالا شایدی از اقامت مگل ورنبایتان میکنم بچه میفهم مادر من که دستان که مادر نگاه کنی خیر ببینی من که ماما میرم بیار خوب نگم سعی که مادر از طرف نمیتونه از خواه گریان خیر مادر جان منم خیلی گریان کنم خب دلتم درد نکنه میفهمی که مش دلم بکفه گریان خیلی توکل با توکل که هست بخواهد دیگر خدا میره باید که یک جایش میاد جدا کنم میگم نه باز دلم بیشتر به زهر مثل به شما که مامایم چطوری قبل دل هم شده چطوری احساس شده که دفعه سنگ دو من گفتم از خاطر او باید گردیم یعنی هم نیست خوشوش هم نیست خوشوش میبود سری آدم میبخشم خدا بخشید نه زحمت کشیدی نه خیر زحمت چی یک لطفا میاوردی به خاطر ازی که هوا یک گرم است نه تربوز در یخچال مانده بودم باشه یک ذره یخ شد دیگه یک دفعه مادرم شدم زنگ زدم معلوم نیست که باشه که مچه میگه نمیه مادرشون معلوم نیست خب خیر باشه حالا ما آمدیم من شکر که تو بودی سلام جان شکر خودت آنها دیدیم بگی پناه با خدا بگی خود سلام نه ما گرفتیم شما میکنیم بخوریم من میخوریم چطور کوبایت نامد؟ سر کار بود دیگه کوبایت دیگه بیچاره مسئول بود وظیفه دادمش که گفتم آساستا نفر بیان همه با ما پایان کن اون دیگه گفت سیست دیگه اون جنجالا و بند ماند این حال باید خودتان کجا زندگی میکنین خانه را که چی کنه؟
تا بالا ما چون تصمیم نگرفتیم نه بودم و چی هستن یکی کنه دیگه ما گپ زدیم نباریم که چی کنن دیگه کارگران نظر زنن آه بخیر دیگه و نو کار شروع کردن ما بخیر دیگه میگیریم یک جایی که بخیر دیگه توکل به خدا. خب خداوند مهربان است که خانه تو زودتر جور شود. اگه خانه تو خوبش بوده آرزو که بچه میذاره که استایلی جورش میکنن و لوکس میکنن. یک کمک سرش مصرف شود یکی دیگه اونو دستکا شکسته بود اونو ده خاطر اون دستکا گپ دمو بود دیگه یک ذره چکک هم کرد این باران را بودیدم دیگه با همون خاطر گفتم باید جور شود. برو خوب است یک دفعه جور شد باز دیگه باز چند وقت دیگه کار میکنه. زمستان میشه چهار مکت میکد نه؟ باز مرداری دیگه باز دیگه یک ذره تربوز بخور که بریم بخیر دیگه. کجا میرین بشینین مادر بشن میه؟ سلامت باشه دیگه حالا معلوم نیست که چی وقت میایه دیگه ما بریم کنه کارا کلش مانده که اگه چی شد که بریم بخیر مسئله غم کوچه بخوریم یک جای کوچه ببریم بخیر دیگه نمیشه تا که پورا خونه پایان میکنن اونم خدر گفتی اگان تا اقدام میگیره گپ میزنه خب خیلی توریستی مارکو که چشمش چپه نشه بچه یا ما را سر گرفت نیستم جان اینه تو گپکا بزن اینه تو من راهنمایی کن آرسی هم که کنی بچه پیشنین بی بی آیجی میگم باشی نه چرا شکر دیدم دیگه خب شما نمیمونین گپ زدن شما نمیمونین که شما بچم که کی گپ میزنی اگر گپ رفتن خب بگویم خب بخید اثر دانم میزنی تو باید کنی بری جای کجا میری دختر با اصلا اونجا یا رفتن چی کردن؟ نه هستن خب اصلا نوش کنی بچه میکنه چاش اینجا بریم به چیز میز نداریم ما میگه دوم دیگه ما پیش دکتر میبسر کنیم پونده دندان درد است وضعیتم خراب است بیره که ماندی خوب نشد نه که زید پونده داریم چیان دارم بخید پوندگی نشیشته ما پیش دکتر میرم در موبایل چه قگل کردم از خاطر از من قاضی مادر بی جان میگه خالیم تو رو قید کرده بود هیچ خانه ما نمیموندی تا راست است قید نکردم با کدام بدی بیچاره گفت یعنی پیش من نه یعنی قاضی خاطر قید کرد که چرا تو دختر کوشش کردی به نوازی اوترام بوده بخشی نه خب گریان دخترم جگر خون میشه مام بخدا تو که گریان کنی خیلی گال من چی بگویم من گریان نکن واسم تو هم میمیرم میفهمی که همین دقیقا کنه شده بود اینا پس نمیخواه میدیم پس پدر میادیم به کسی های مقام ما مادر حالا برای ما میباشین حالا شما دور نمیشه چیزایی نکنیم نمیخواه